درود تماشابینان عزتمند، برنامه انیس کنجی تنهایی مهمانی خاندان شماست. قهرمان نوبتی برنامه ما هستند اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است علی جان غلاموف. درود با شما علی جان. سلام. شما رو با برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد. بیایید خود رو سر اول خوبتر معرفی کنید. بگویید که خواننده صنف چندم هستید و در کدام مؤسسه تحصیل میکنید؟ من غلاموف علی جان خواننده گیمنازیای رقم 1 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه هستم. در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. سال اول می باشد که اشتراک میکنم. خب علی جان، چگونه که ما میدونیم شما از روی نامیناسی ادبیات معاصر تاجیک در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌نمایید. خب بگویید که از این نامیناسی شما چقدر شعرهای ازبر کرده اید؟ من زیاده از 70 غزل، 30 رباعی، 20 پاوست، 8 رمان و 50 حکایه ازبر کردم. آفرین به شما. خب علی جان، بیایید در آغاز برنامه یک شعر وطن دوستانه قرائت کنید. وطن را از یک آهنگش شناسم، زی آوازی نی و چنگش شناسم. نشان کوهسارش را به هر جا، زی هر یک پاره سنگش شناسم. به عالم نیستم رنگ دیارم، دیارم را هم از رنگش شناسم. شدن از فکر حفظش پیرصدها، جبینش را از آژنگش شناسم. ندارد حمله اش را یا تاریخ، به دنیا دشمن جنگش شناسم. وطن میراثی ننگ است از نیاگان، خودم را صاحب ننگش شناسم. خب باز از کدام شعر میدونید؟ باز از کمال نصرالله لایق شیرعلی. خب بیاید از استاد لایق شیرعلی. مرا جستی ولی پیدا نکردی، به بازار آمدی سودا نکردی. شنیدی قصه ای غرقیدگان را، گذار بر لبی دریا نکردی. زی گلسازان گلی کاغذ خریدی، تلاشی لاله صحرا نکردی. غم خود خوردی و دلریزه خود، غم خود را غم دنیا نکردی. که امروزی مرا فردا نکردی، تو هم تنها بمانی آخری کار، که یاد از منی تنها نکردی. آفرین به شما. خب شما در دور مؤسسوی چگونه برآمد کردید؟ من در دور مؤسسوی کمک می ترسیدم و البته در این دور نهایوی تماما ترسم گم شده است. خب پس از اینجا برمیآید که شما در دور مؤسسوی ترس و هراس داشتید و الکی با کوشش و زحمت و با مطالعه کردن اثرها الکی همان ترس از خود دور نموده استودید. چنین است؟ بله. آفرین. خب چقدر وقتتان رو با کتابخانه می باشید؟ من از سحر به مکتب میرم و بعد از مکتب به کتابخانه ملی می آیم و تا که به آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است آماده گردم. آفرین. خب چند وقت می شود که در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان اعضا هستید؟ من از ماه اکتبر در همین کتابخانه ملی می آیم. یعنی از ماه اکتبر سال 2023 در کتابخانه ملی اعضا هستید و از آن روز این جانب پیوسته کتاب مطالعه میکنید. بله. بله. آفرین به شما. خب ارادهتان مستحکم است، یعنی بسیار کوشش دارید که در این آزمون سزاوار جای نمایان گردید. بله. خب پس به شما موفقیت خواهان هستیم و باید گفت که هر نفری که در این آزمون اشتراک می نماید، البته در این نامیناسی اشتراک می نماید، باید که در برابر غزل ها و شعرهای دلشوب اینچنین باید که رباعیات ها بداند. بله. خب بیاید برای ما یک رباعیات بخوانید. مادر مادر شیری سفیدم دادی، دنیا به امید دست امیدم دادی. تا بر سری من چی آید از بیش و کمی، تو در سری گهواره نویدم دادی. خب باز یک توی دیگر. ایا مادر به قربانی تو میرم، چو مهر و مهری پیمانی تو میرم. جهان پر مکر و دستان است بگذار، که من در روی دستان تو میرم. آفرین به شما. خب از اثرهای نثری کدام اثر رو مطالعه کردید؟ من از اثرهای نثری 4 اثر از 4 پاوست از صدرالدین انی، مکتب کهنه، جلادان بخارا، مرگ سودخور، احمد دیوبند، از امینجان شکیهی آب از کجا می آید، اساطیم اولوزاده، یاران با همت. خب آفرین به شما علی جان. خب چون از اثرهای استاد صدرالدین عینی گفتید که مکتب کهنه رو خواندم، اینچنین مرگ سودخور و دیگر اثرها رو، خب بیاید درباره مرگ سودخور این اثر استاد صدرالدین عینی حرف میزنیم. بگویید که این اثر چگونه است و مرگ سودخور خود کی است؟
این اثر درباره مرد می رود که او بسیار سودخوری میکرد. نام همان مرد قاری اسمت بود و از سببی که بسیارتر میخورد شکم او کلان شدن گرفت و از همین سبب او را قاری شکمبه نامیدند. آفرین. خب در آغاز همین اثر یک بیتی آورده شده است. میدونید در خاطرتون است؟ خب سودخور از پول خود نان شکند گر به مثل، شیشه سندان شکند اطاله دندان شکند. آفرین به شما. خب در برابر استاد صدرالدین عینی اینچنین شاعر نامدار دیگر هم استاد میرزا ترسونزاده است. شما از داستان‌های استاد میرزا ترسونزاده و یا از غزل‌های دلاشوب استاد از بر کرده اید؟ از استاد میرزا ترسونزاده تو داستانش را از خود کردم. خب کدامش را؟ داستان جان شیرین و اینچنین پسری وطن. خب پس بیاید از پارچه از داستان جان شیرین برای ما قرائت کنید. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجای خواب کردم خیستم، هر کجای بود جای زیستم. این دل من منزل یادی تو بود، یادی روی حسن آبادی تو بود. به تو نگذشت از گلویم آبم، به تو در چشمم نه آمد خوابم. به تو هر یک روزی من یک سال شد، به تو دلغش کرد چون اطفال شد. به تو دیدم گرچه زیبا دختران، به تو بشنیدم سرود عاشقان. به تو در توی و تماشاها شدم، به تو گاها بلبلی گویا شدم. به تو در وصف زنان گفتم سخن، به تو در مجلس فشردم دستی زن. لیک در پیش نظر روی تو بود، جلوه های چشم و ابروی تو بود. جان شیرین پس دیگر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. آفرین علی جان. علی جان بگید که راهنمای شما کی هست در این آزمون؟ راهنمای من معلمه می باشد. آفرین به شما. خب شما با معلمتون چی گفتنی هستید؟ من به معلمم تشکر زیاد میگویم که مرا به این چنین آزمون ها تیار میکند. آفرین به شما. خب بگید که در مؤسسه چگونه تحصیل دارید؟ در مؤسسه با بهای 4 و 5 تحصیل کرده ایستادم. آفرین به شما. بیشتر به کدام فن‌ها شوق و رغبت دارید؟ من بسیارتر به فن متماتیک شوق دارم. پس چرا مادامی که به فن متماتیک شوق و رغبت داشته باشید با آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده استید؟ من اول در المپیادهای فن متماتیک اشتراک میکردم و اینچنین در آینه نیلگون تماشا کردم و میدیدم که آدمان بسیار شعر و غزل میخواندند و من هم شوق کردم و به هر دوی اینها مشغول هستم. یعنی طریق آینه نیلگون تماشا کردید و شوق و رغبتتون به ادبیات زیاد گشت، همین خیر؟ بله. آفرین به شما. پس ما به شما موفقیت خواهان هستیم. رحمت. علی جان بیاید یک غزل دیگر در آخر برنامه برای ما قرائت کنید. غزل از استاد میرسعین میرشکر. طبیبم گفت که دل را نگه دار، از این پس باری وزنینه نبردار. طبیبا گفتمش میرنجم از تو، اگر این حرف را گویی به تکرار. به باری زندگانی گر دلی من، نه آرد تاب او را دل مپندار. دل نه اندرون سینه سنگ است، دلی که با زمانش نیست همکار. آفرین به شما. علی جان بار دیگر شما را با برنامه خوش آمدید میگیم و شما به همه اون نفرانی که ما را عین حال تماشا کرده ایستادند چی گفتنی هستید و چی مصلحتی میدید؟ من به آدمایی که در همین آینه نیلگون تماشا کرده ایستادند مصلحت میدهم که آنها بسیارتر به کتابخوانی و کتاب دوستی مشغول شوند و اینچنین مثل ما بچه‌ها و کودکان و نورسان به همین آزمون‌ها اشتراک کردند. کتاب دوستی به بهاست که آدم را از راه بد به راه راست هدایت میکند. بله درست است. واقعا هم بینندگان عزیز، هر نفری که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌ورزد و هر نفری که در برنامه ما اشتراک می‌نماید پیوسته با ما و شما مصلحت می‌دهد که باید بیشتر کتاب بخوانیم. از اینجا برمی‌آید که کتابخوانی راه زندگی انسان را روشن می‌سازد. خب علی جان بار دیگر شما را با برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر. بینندگان عزیز یادرس می‌شویم که قهرمان نوبتی برنامه ما بودند اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است علی جان غلاموف. ما در اینجا میرسیم به فرجام صحبت تا برنامه‌های دیگر. شاد و مسرور بمانید و اگر شما نیز می‌خواهید در این برنامه اشتراک نمایید پس با رقم‌های زیرین تماس بگیرید 881 81 39 39. ما شما را انتظاریم. خیر.